در دنیا کشورهایی وجود دارند که از هیچگونه سیستم دفاعی برخوردار نبوده و کاملاً به همپیمانان خود و نیز حمایت کشورهای خارجی وابسته هستند. تعداد اندکی از کشورها مانند ایسلند، هایتی، موریتیوس، موناکو، پاناما و وانواتو فاقد ارتش هستند، اما دارای نیروهای مسلح و دفاعی ویژه خود هستند. برای نمونه، کشور ایسلند از سال 1869 تاکنون ارتشی نداشته است، اما طبق پیمانی که با ناتو بسته، این سازمان یک نیروی ساحلی بسیار قوی، یک سیستم ضد هوایی و نیروهای ویژه حفظ امنیت در اختیار ایسلند قرار داده است. بسیاری از کشورهای دنیا که فاقد ارتش هستند، این موضوع را مایه غرور و مباهات ملی خود می‌دانند و دنیا نیز از این کشورها با عنوان نماد صلح یاد می‌کند. علاوه بر این، نبود ارتش موجب حفظ مقدار زیادی از بودجه شده که در نتیجه میتوان آن را در راه توسعه و آبادانی کشور هزینه کرد. همچنین فقدان نیروی ارتش درون یک کشور شرایطی ایدئال برای داشتن دنیایی عاری از جنگ فراهم می‌کند. اما بسیاری از کشورهای دیگر این گونه فکر نمی‌کنند. در واقع نبود ارتش برای کشورهایی که دشمنان قدرتمندی دارند، خطر حمله و تجاوز به مرزهایشان را افزایش می‌دهد. اگر به مهاجرت و دانستنی‌های کشورهای مختلف علاقه دارید، کانال رو سابسکرایب و ویدیوهای این کانال رو دنبال کنید. ویدیوی بعدی که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه. ممنون.